خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. برنامه‌های موسیقی ما. در بالا گفتم که برنامه‌های تاجیکی از اخبار و بعد از موسیقی شروع شده است. حافظان اولین ما شاهنظر صاحب و سعادت قابل بودند. کمی نگذشته داوود ملاقندف آوازخوان تئاتر اپرا با تشبث خود آمده چند سرود خود را پیشنهاد نمود که از برنامه‌های تاجیکی پخش کنیم. سرودهای وی عبارت بودند از آهنگ‌های کمپوزیتوران نامدار ازبکستان متوکل برهانوف، منس لویف و سلیمان یوداکوف بر اشعار لاهوتی. ملاقندف تنور لیریکی بود و در خواندن سرودهای رومانسی مهارت خوب داشت. از بس که قدش پست و جثه‌اش ریزه بود، در صحنه نقش‌های کلان را اجرا کرده نمی‌توانست و بیشتر در کنسرت‌ها و برنامه‌های رادیو برآمد می‌کرد. داوود ملاقندف از سمرقند بوده در جوانی آهنگ‌های خلقی و کلاسیکی را با سروری گاوریل ملاقندف و میخائیل تالماسوف خوب می‌خوانده است. در رادیو هم برنامه ترتیب داده بود از سرودهای ششمقام و خلقی که آن را با تنبور یعقوب داوودوف و برایف می‌خواند. خصوصاً عشاق حاجی را به نظر من کسی مثل وی خوانده نمی‌توانست. داوود ملاقندف توصیه نمود که هنرپیشه نامدار ازبک نظیر احمدوی را نیز به کنسرت‌های تاجیکی دعوت نمودن ممکن است. نظیر احمدوی در ردیف هنرپیشگان نامداری بود که به تئاترهای موسیقی ازبک اساس گذاشته بودند. همسر او رسول غلاموف رئیس سازمان صنعت ازبکستان سپس دبیر اول کمیته حزبی شهر تاشکند بود. نظیر احمدوی در 2-3 سال اخیر به علت آثار بیماری شش پیدا شده بود به صحنه کمتر می برآمد، اما در کنسرت‌های عاموی و رادیو زود برآمد می کرد. وی به شرافت آشنایی با آهنگسازان تاجیک الاصل تاشکند و شنیدن کنسرت‌های برنامه‌های ما به آهنگ و سرودهای تاجیکی دلبستگی پیدا کرده چندین سرودهای تاجیکی را آموخته است. جوانزن نهایت شوخ، خندان روی و الفت بود. از کنسرت اولین با هم انس گرفتیم و یکی از شرکت کنندگان دائمی کنسرت های ما شد. سرود خلقی سیاه چشمک، سرودهای دلبری ما، یاری مسچاهیم و غیره را نهایت خوب و تازه اجرا می کرد. بعد از رفتنم از تاشکند در دوشنبه شنیدم که نظیر احمدوی سال 1950 در اثر بیماری شش جهان را پدرود گفته است. در کنسرت‌های تاجیکی آوازخوان مشهور ازبک حلیمه ناصر و بار شهادت رحیموی با خواهش خودهاشان شرکت کرده بودند. از خوانندگان مکتب اپروی سلیمه خان خواجه و نیز از شرکت کنندگان دائمی کنسرت‌های ما بود. سلیمه با متوکل برهانوف و خواهر وی شناس نزدیک بود و در کوارتیر آنها همزیستی داشت و به این مناسبت ما همه آشنا و دوست بودیم. در کنسرت‌های تاجیکی ارتیست نامدار اپرای ازبک نسیم هاشیموف، تاجیک سمرقندی و آشنای نزدیک آهنگسازان معروف ازبکستان نیز برآمد می‌کرد. بریتان مخملی و تلفظ تازه تاجیکی سرودهای او را خیلی دلنشین و جذاب می‌کردند. میگویند که نامبرده امروز هم در کنسرواتواری تاشکند پروفسوری کلاس‌های واکلی میباشد. در کنسرت‌های ما از انسمبل ازبکی رادیو برادرها صوفی خانوف‌ها و شاه جلالوف‌ها نیز بعضاً خواهش اشتراک کردن می‌نمودند و برای این چند سرودهای تاجیکی را به یاری من و یعقوب داوودوف از خود کرده بودند. آوازخوان معروف انسمبل ازبکی برت داوودوی را گفتن ممکن است ما چون حافظی به اصطلاح از آن خودی به کنسرت‌های تاجیکی جلب می‌نمودیم. برت داوودوی آن زمان دختری 22 ساله به انسمبل ازبک‌ها نو آمده بود. سرودهای خلقی و کلاسیکی را نهایت خوب می‌خواند. او را به کنسرت‌های خودمان جلب نمودم
و آهنگ‌های کلاسیکی و خلقی از شعرهای تاجیکی پیدا کردم و یعقوب داوودوف را معلمی وی تعیین نمودم و بیرت داوودوف در برابر سعادت قابل و از خواننده‌های دائمی ما شد. باری به تاشکند همانا در اول سال 1948 به کدام مناسبت میرزا ترسونزاده، عبدالسلام دیهاتی و ساتیم اولوغزاده آمده بودند. شب فاتح نیازی به شرف آنها در خانه‌اش ضیافت آراست و خواهش نمود، به اصطلاح زکس کرد گویم هم می شود، با خود بیرت داوودوف و یعقوب داوودوف را بیارم. بیرت داوودوف دختری نهایت نازک، ایرکه و خانگی بود. به خانه‌اش به مادرش تلفن کرده از وی اجازت گرفت و برفتن با من به خانه نیازی راضی شد. آن شب در خانه نیازی عجایب صحبتی شد و این صحبت را بیرتی زیبا، آراسته و ماه پیکر رنگین‌تر و شیرین‌تر و طرب‌انگیزتر نمود. اولوغزاده به وجد آمده تنبور یعقوب داوودوف را به دست گرفته چیزی نواخت، زیری لب زمزمه هم کرد. تقریبا سال 1947 بود که در برنامه ما بخمل نام دختری سراینده پیدا شد که با 2-3 سرود 6 مقام همه را در حیرت گذاشت. دختری یهودی بخمل اسحاق به نام داشت و تخمینا 16-17 ساله بود. در تن کرته پختگی رنگ پریده زمان جنگ را داشت و معلوم بود که از خاندانی نه چندان بضاعت دار است. سرود 6 مقام را با چشمانی پوشیده گویا مست شده، خمیده و پیچیده می‌خواند. در واقع آفریده معصومه حیرت انگیزی بود. 2-3 بار در کنسرت‌های تاجیکی برآمد کرد و یک بار غایب شد. بعد از چند سال که به استالین آباد آمدم فهمیدم که همان بخملی ما اینجا با نام برنا اسحاق و چون آوازخوان سرودهای کلاسیکی نام برداشته است. بخش تاجیکی رادیوی تاشکند نه تنها کنسرت‌های سرود و موسیقی بلکه برنامه‌های موسیقی و ادبی که ما آن را منتج ادبی موسیقی می‌گفتیم تشکیل می‌نمود. این برنامه‌ها عبارت بود از خواندن شعر و منظومه‌های کلاسیکان و ادیبان تاجیک و ازبک در ترجمه تاجیکی با همصدایی موسیقی‌های موافق و مربوطه به شعر. در اینجا هم از نظم تاجیک و فارس و هم از شعرهای ادیبان گذشته و معاصر ازبک استفاده می‌نمودیم. باری کمپوزیسیون موسیقی و ادبی مخصوص با نام شهرزاد در زمینه افسانه‌های 1001 شب با موسیقی سیمفونی همنام ریمسکی کورساکوف و شعرهای شچپکین کوپرنیک در ترجمه خودم تشکیل نمودم که به شنوندگان پسند افتاد و آن را بارها تکراراً پخش نمودیم. برابری همین در موضوعهای ادبیات کلاسیکی و در اساس داستانهای مشهوری کلاسیکان کمپوزیسیون‌های ادبی و موسیقی ترتیب می‌دادیم. این کمپوزیسیون‌ها در میان شنوندگان خیلی شهرت و محبوبیت پیدا کرد. می‌خواهم درباره 2 برنامه موسیقی و ادبی که افتخار و سرفرازی ما شده بود مختصر نقل کنم. در آخر سال 1946 با تیار نمودن برنامه موسیقی و ادبی راجع به احوال و آثار سعدی شیرازی شروع کردم. قریب 1 ماه از غزلیات سعدی آنچه در موضوع آدمیت و اخلاق حمیده و عشق پاک و بی‌آلایش انسانی انشاء شده بود انتخاب نمودم. از ترجمه حال شاعر لحظه‌های عبرت بخش و پندآموزانه را گرفته با اشعار وی پیوست نمودم. با یاری و اشتراک داوود ملا قندوف بر غزل‌های سعدی آهنگ‌های دلچسب و مرغوب ایجاد گردید. در تنبور و ستا برایف از آهنگ‌های 6 مقام پارچه‌های برگزیده را آماده نمود. در اول ماه دکبر این برنامه به ایفیر برآمد. در روزی دیگر بسیار شنوندگان و آشنایان از تاجیکان و ازبکان احسنت و آفرین خود را هم به واسطه تلفن و هم شخصاً به من اظهار نمودند. زیاده از همه ارزیابی و تشکر شخص اولی جمهوری عثمان یوسفوف نوید غیر چشم داشت و قدرشناسی عالی بود. بعد از چند روز از خرسندی و موفقیت خود به پدرم مکتوب نوشته از جمله گفته بودم:
روزی دیگر رئیس مرا به اداره دعوت نمود. در بالای استال همان تکستی من نوشتگی ایستاده است. از من این را شما ترتیب دادید می؟ گفته پرسید. من ترسیدم که ظاهرا خطایی رفته است. وی خندید. ها چرا ترسیدید؟ گفت. من نه چرا می ترسم گفتم. پس او گفت به کاری کردهتان رحمت. عثمانکه یعنی عثمان یوسپوف از شما خیلی منتداری بیان کردند و پرسیدند که از نام آن کس به شما تشکر اظهار نمایم. در روزی دیگر رئیس با فرمان به من رحمتنامه اعلان کرد و مبلغ 700 سوم را که برای آن برنامه نوشته بودند 2 برابر زیاد کرد. من این پارچه مکتوب خود را مخصوصا برای آن اقتباس نمودم که خواننده عزیز احساس آن وقته یک نفر جوان غریب مسافر دانشجوی کورس دوم را که به راهبری یک شعبه کلان رادیو مأمور و مسئول بود بعد از 56 سال به خود تصور کند. تابستان سال 1947 کمپوزیسیون ادبی و موسیقی کامده و مدنی بیدل را از روی نشر استاد عینی در مجله شرق سرخ تهیار کردم. در تهیه بخش موسیقی برنامه داوود ملاقندف خیلی زحمت کشید و به شعرهای پیدا کرده من موسیقی ها بست. فانی موسیقی داستان را خیلی ماهرانه به هم پیوست. سرودهای کامده را خود ساخته و خود برای خواندن تیار کرد. عموماً برای تهیه این برنامه قریب 1 ماه زحمت کشیدیم. آن روز که برنامه برای افیر اعلان شد تب کردم و انگینه شدم. لیکن موقف گذاشتن برنامه هیچ ممکن نبود. با تب 37.5 و آواز کمی خسته پیش میکروفون نشسته متن شعرها را می‌خواندم. سرود و موسیقی با راه خود می‌رفت. در میانه برنامه که بیشتر از 1 ساعت بود از خواندن شعر فارغ شده از جایم خیسته کمی دورتر از میکروفون نفس راست کردنی بودم. در همین وقت ناخست دیدم که در عقب استودیو در استول شخصی تنومندی در تن کاستوم سیاه و در سر کپکه نشسته است. او با سری خم به کسی نگاه نانداخته سرودی کامده را گوش میکرد که داوود ملاقندف نهایت مؤثر میخواند. آن شخص با جثه تنومندش به عثمان یوسپوف کاتب یکم حزب کمونیستی ازبکستان مانند بود. درست‌تر نگاه کردم. در واقع هم عثمان یوسپوف بود. در شرایط رعایت خاموشی استودیو رفته با آنکه سلام کردن بی موقع بود. خود وی این را می‌دانست که به کسی حرفی نزده خاموش و سرخم بود. برنامه باز 20 دقیقه دوام کرد. آخر برنامه و شرکت کنندگان و تهیه کنندگان آن را اعلان کرده میکروفون را بسته از جای خیستم. عثمان یوسپوف به خواننده ها و موسیقیچیان نزدیک آمد. دست همه را فشرد و به زبان روسی گفت تشکر برای شنوانیدن خیلی خوب و جالب. در راه در ماشین گوش میکردم. گفتم که حتما به استودیو در آمده این برنامه را هم میبینم و هم گوش میکنم. تشکر به همه شمایان. برنامه‌های از این هم بهتر به مردم پیشنهاد کنید. روزی دیگر در رادیو از صبح درباره برنامه ما و تشریف غیر چشم داشتی عثمان یوسپوف صحبت می‌کردند. راهبران رادیو از ما و شخصا از من خیلی قانع بودند. تشکر و آفرین ها می‌گفتند. عثمان یوسپوف سال 1937 بعد از سقوط و حبس اکمل اکراموف به مسند کاتب یکم حزب کمونیستی ازبکستان صاحب شد و تا نیمه های سال 50 در همین جایگاه بود. عثمان یوسپوف یکی از سیماهای درخشان و نیرومند دولت ازبکستان بود که برای رونق این سرزمین خدمات بزرگی به خرج داده است. در رشد و رواج صنعت موسیقی و تئاتر ازبک شخصاً سهمی بزرگ نهاده است. من خود شاهد بودم که وی درباره شخصان مستعد و فداکار صنعت و فرهنگ ازبک چه غمخوری‌هایی می‌نمود. مثال برجسته آن مناسبت نهایت صمیمانه و غمخوارانه وی به آهنگساز متوکل برهانوف بود. عثمان یوسپوف در سالهای وزنین جنگ وطنی شخصاً تشبسکار تشکیل تئاتر نوی موسیقی دراموی تاش سوید بود.
با تشبث و زحمات شخصی وی سال 1943 در زمان جنگ‌های شدید ضد فاشیستان در سرزمین شوروی واقعی بزرگ علمی و فرهنگی یعنی تأسیس اکادمی علم‌های ازبکستان به وقوع پیوست. می‌گفتند که عثمان یوسپوف اصلاً از تاجیکان قراتیگین بوده و در کفترخانه نام دهه‌ای فرغانه به جهان چشم گشاده است. اهالی ده اکثر تاجیکان بودند. به تاجیک بودن او باور داشتم. به برنامه‌های تاجیکی شوق و هوس خاصه داشتن عثمان یوسپوف و از شنوندگان شوقمند این برنامه‌ها بودنی وی گواه است که زبان تاجیکی را می‌فهمید و دوست می‌داشت. گذشته از این در زمان راهبری عثمان یوسپوف مکتب و معارف، رادیو و مطبوعات و صنعت تاجیک رواج و رونق بی‌نظیر داشت. در مقامات راهبری حزبی و دولتی اشتراک تاجیکان خیلی فعال و کلام بود. سلطان عمروف چند وقت معاون رئیس شورای وزیران عاید به فرهنگ و مدنیت بود. وهاب فقی خوجندی کاتب کمیته مرکزی در ساحه ایدئولوژی بود. من که کارمند مسئول بخش تاجیکی رادیو بودم حس می کردم که وسعت و رواج برنامه‌های تاجیکی در رادیوی ازبکستان به پشتیبانی عثمان یوسپوف موقوف بود.